بخش اول، معرفی اجزای ساختمان. پوشش‌های افقی جدا کننده طبقات سقف نامیده می‌شود. بالاترین سقف ساختمان بام نامیده می‌شود که جزئیات عایق رطوبتی آن از مهمترین ویژگی‌های آن است. لایه‌های تشکیل دهنده بام شامل بخش سازه‌ای سقف، پوشش کف سقف و پوشش زیر سقف. در برخی موارد پوشش زیر سقف به صورت کاذب اجرا می شود. سقف کاذب برای عایق نمودن سقف در برابر صدا و حرارت، اجرای نورپردازی‌های دکوراتیو و عبور تأسیسات کاربرد دارد. بخش دوم، فرایند اجرای نقشه جزئیات. طرح‌سازی ساختمان با تراکم خاک، اجرای لایه ماسه آهک، لایه شن متراکم، نایلون یا ملات ماس سیمان و بتون کف آغاز می شود. سقف ساختمان می تواند از اجزای باربر مختلف از جمله دال بتونی مسلح با میله‌گرد اجرا شود. برای اجرای سقف باید اسکلت ساختمان اجرا شود که در این ویدیو نمایش داده نشده است. دیوارچینی با اجرای دیوار آجری با ملات ماسی سیمان آغاز می شود. سطح داخلی دیوار می تواند به صورت پوشش گچی شامل لایه گچ و خاک و گچ سفید آستر و گچ سفید پرداختی باشد. اجرای سقف کاذب با اتصال میله‌گردهای آویز به سقف آغاز می شود. برای تنظیم ارتفاع در امتداد این میله‌گرد می توان از بست و میله‌گرد استفاده کرد. فاصله بین میله‌گردهای آویز در یک ردیف 135 سانتی متر می باشد. برای تکیهگاه اولین ردیف از صفحات آلومینیومی به اصطلاح لمبه یا دامپا یک نبشی به ابعاد 30x30 میلیمتر در ارتفاع مناسب نصب شده و از زیر آن چفت دیوار به عرض 1.5 سانتی متر اجرا می شود. به میله‌گردهای آویز نافدانی‌های آلومینیومی به فاصله 1.2 متر متصل می شود. سپس گیره‌های مناسب بر وجه پایین نافدانی آویزان می شود. یک وجه اولین دامپای آلومینیومی بر روی نبشی کنار دیوار و وجه دیگر به گیره آویزان متصل می شود. بقیه دامپاها به گیره‌های فلزی و وجه زیرین نافدانی آلومینیومی متصل می شوند. بخش سوم، مصالح تشکیل دهنده. بخش چهارم، معرفی مرجع.